درود خدمت شما همراهان گرامی اسرار دفینه. دوستان اومدم تو این ویدیو یک تچقبر با ارزش رو به شما نشون بدم که شما میتونید همچین تچقبری رو تو همچین محیطی پیدا کنید دوستان. بعد کافیه که آخر این با من همراه باشید. ببینید ما در این قسمت یک دره رو داریم که شیب تندی هم هست و در این قسمت هم یک دره رو داریم. موقعی که ما دو تا دره ما میاد وصل میشه به یک دره در تو این قسمت و شیبی که در این قسمت داریم شیب ملایمی هستش دوستان. خب و من میام این قسمت ببینید تا این قسمت ما شیب تندی رو داریم درسته و اما در این قسمت دوستان تچقبر ما دقیقا در این قسمت ببینید بذارید روشم که شما دو تا سنگ رو هم گذاشته شده و یک نشست ریز رو هم در این قسمت داریم و سنگچین رو ملاحظه میکنید، یک سنگچین نصف پاره که هدف رو در این قسمت نشون میده دوستان. ببینید معمولا همچین تچقبرهایی خب نهایت عمق این کار 1 متر الی 2 متر دوستان و محیطی که ما داریم منطقه کاملا نظامی هستش دوستان. همینطور که داریم این منطقه برمیگرده به دوران اشکانیان و ساسانیان دوستان. ببینید ما دقیقا در اینجا سنگچین رو داریم دوستان. خب و یک نشست ریز رو هم در این قسمت داریم و سنگ هایی که رو هم گذاشته شده کاملا به این صورت حالا از قسمت بالا نگاه کنیم که اون سنگچین ها معلومه سنگچین و نشستی رو که ما در این قسمت داریم. ببینید دوستان همچین قبرهایی تو همچین محیط هموار حالا یه ذره شیب اینجا بیشتره ولی بیشتر ملایمه تا شیب تون. زاویه های دیگه هم بهتون نشون بدم که خودتون هم متوجه بشید. سنگچین رو داریم و دو تا سنگ رو هم انباشته شده